بین که در عبادتهای خود روح عبادت، معنای واقعی عبادت، عبادت پیامبر و صحابه را در زندگی خود احیا کنیم. همو عبادتی که الله از ما میخواهد و نمو عبادت و اطاعت و بندگی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر ما شما هدایت کرده است و راهنمایی کرده است که این چنین عبادت کنید. یعنی 10 روز مانده یا 12 روز. بسیار جای تأسف است که هنوزم ما و شما عبادتهای ما صحیح نشود، عبادتهای ما درست نباشه و از این 10 روز 12 روز آنچنان استفاده نکنیم که الله ما را ببخشه، گناههای ما را مستحق جنت شویم، از عذاب آتش نجات پیدا کنیم و درجات ما بلند بره. این بسیار جای تأسف است. بسیار بیدار شوین، خود تکان بتیم، باید تعهد بکنین که قرآن تا وقتی که کل معناش یاد نگرفتیم ادامه میتیم. هر جایی که درس دین است و قرآن است اونجا ما باید برش وقت بتم، باید یک آیت تیر شما معنایش بفهمم که چی میگه. در این بسیار جدی تلاش کنیم و دیگه تعهد کنیم که فضای رمضان بعد از رمضان، همین قسمی که در رمضان عبادت و اطاعت میکردم، از گناه دور بودم، این همین قسم بعد از رمضان هم میباشم. این تعهد و این به الله توبه کنیم و با خالق خود این تعهد بکنیم. این تو نباشه که بعد رمضان خلاص نشده در عید که از با تمام گناه را در روز اول عید یا شب عید شروع میکنیم. بسیار مسلمان ها داریم مثل که یک کسی غذا را میخوره، باز بعد از غذا دست دادان خود پرته کلش پس قای کنه و سپرته، عبادت میکنه میشه و اول عید شد نامش گناه و جنایت است انجام میده. اگر نشست، اگر شراب است، اگر موسیقی است، اگر رقص است، هر گناهی که از شب عید است. از الله بترسین. شب عید به خاطر گناه نیست، به خاطر ناراض کردن الله نیست. شب عید شب عبادت است، برای روز عید آمادگی گرفتن است، برای نماز، برای عبادت. روز عید هم باید با عبادت ها و با اطاعت های الله و امر بالمعروف نهی از منکر آغاز کنیم، زیرا ما و شما 24 ساعت هر لحظه، هر ماه و هر روز باید بندگی الله را کنیم. این نیست که در اسلام عبادت ها فقط برای یک ماه باشد یا فقط برای 10 روز باشد یا فقط برای چند ساعت باشد. 24 ساعت عبادت و اطاعت الله را الله از ما و شما میخواهد. پس در عبادت های خود اینی شرایط بسیار مهم است دوستا. با عقیده توحید و ایمانیات، با اخلاص کامل، با طریقه و روش پیامبر، مطابقت با سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و احسان و خشوع و حضور قلب. این بسیار مهم است. این چنین عبادت و اینمی نوع عبادت در 10 روز در وجود خود احیا کنیم و زنده بسازیم. بعد از این کل سال خود می تو باید عبادت و اطاعت کنیم که دعای ما و شما زمانی که عبادت ما پیش الله قبول شد، با دعای ما قبول میشه، باز الله مشکلات ما و شما را هم حل میکنه. نماز ببینی صحیح نماز نمیخوانه دوستا، یک نماز میخوانه که به معنای نماز خود نمیفهمه، به مفهوم نماز نمیفهمه، مقتضیات صلات نمیفهمه که این نماز از ما چی تقاضا داره. اینجاست که اکثر نمازگزارای ما همون گناهی که سابق میکرده هیچ گناه را ترک نمیکنه. نماز میخوانه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما باز ببینی که از دیگه کسی اطاعت میکنه، گاهی از خواهشات خود، گاهی از مردم، گاهی از قوم، گاهی از دیگران. ایاک نعبد خود تو گفتی که یا الله فقط از قانون و دستور تو ما اطاعت میکنم، باز تو میری یک گناه دیگر را میکنی. چه تعجب است به این تو نمازگزارا. الله میگه اقیم الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز قایم بکو، برپا بکو، دائم ادامه بده، زیرا نماز از فحشا و منکر مانع میشه. اما ما نماز میخوانیم هیچ و نمو گناه کسی تغییر نمیخوره، تصمیم نداره گناه را از وجود خود، از چهره خود، از بدن خود، از فامیل خود، از جامعه خود گناه را دور کنه و علیه گناه، معاصی و نافرمانی مبارزه کند. این روح عبادت خود را بین که واقعی بسازیم، حقیقی بسازیم، نشوه که 60 سال 70 سال عبادت آخر آمیچ. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی رمضان آمد در زندگیش به حد عبادت نکرد که
مستحق جنت شوه، میگه هلاک شوی، بینی از این خاکالود شوه. در رمضان آمد در وجودش تغییر نامد، خود را اصلاح نکرد. پس هدف اصلی یکی از موضوعات جمعه همی بوده که عبادت های ما، اطاعت ما، اینمی شرایط الله برش تعیین کرده برای قبولیت عبادت ها. در غیر از او عبادت ها بی ارزش است پیش الله متعال.